ادامه تمرین‌های ریتم سازی. امیدوارم که ویدیو قبلی رو دیده باشین، ریتم سازی ها رو، و اینکه تمرین کتاب رو ما الان تا آخر درس 248 اجرا کردیم. نوتای دولاچنگ رو اگر که رو کتاب رو زده باشید خوب بلدید. نوتای سه‌لاچنگ رو کار کردیم. ریتم‌های 2/4، 3/4، 6/8، 6/16 و اینکه 3/2، 6/4 رو کار کردیم. یه حدوداً 2 سری هم آموزش ریتم سازی داشتیم و اینکه الان بخوایم از تمام اونا استفاده کنیم و یه سری ریتم جدید با هم دیگه شروع کنیم به ساختن. تمرین کنین خودتون، حتما بشمارین، هیچ چیز خاصی نداره. اگر که معلم کنارتون نیست، دسترسی به کلاس ندارین، به کتاب ندارین، میتونین خودتون با تمرین درست، با شمردن‌های صحیح یه سری ریتم آماده کنین. یه سری ریتمایی که زیبا هم باشه، فقط یه کمی دقت میخواد، یه کمی تمرکز میخواد و اینکه به حس اون شخص و نوازنده هم بستگی داره. شروع میکنیم با هم ریتمای ساده 2/4 دوباره زدن. هی شاخ و برگ بهش میدیم و اینکه بهش اضافه میکنیم و میگم تاکید میکنم این هم باز سلیقه‌ایه، حتما قانون خاصی نداره. شروع میکنیم ریتم 2/4 زدن. مبنای شمردنمون رو چنگ میذاریم، هر چنگ برابر یک شماره، 1 2 3 4 و میریم جلو. پایمون رو میذاریم تم تم چپ بک بک، میشه نوت پایمون تم تم چپ بک بک. از پایه تم تم چپ بک بک. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. یکمون تممونه، دومون 2 تا، 3 بک، 4مون هم دوباره بک. پس میشه 1 تم، 2 تم چپ با هم، 3 بک، 4 بک تنها. 1 3 4 4. حالا همین که گفتم خدمتتون سلیقه‌ایه. یعنی چی؟ مثلا من دوست دارم رو شماره 1 حلقه بذارم و شماره 2. شما که تو خونه تمرین کردین دوست دارین 3 و 4ش هم حلقه بذارین. کسی دوست نداره اصلا 1 و 2ش حلقه داشته باشه، 3 و 4 میخواد حلقه داشته باشه، یا اصلا هیچ کدوم حلقه نداشته باشه. بستگی به نوازنده روبرومون هم داره که چه مطلبی داره میزنه، یا بستگی به اون آهنگی که گروه میزنن داره. ولی میگم بازم سلیقه‌ایه. میتونین حلقه ها رو اضافه یا کم کنین، میتونین چند تا سیکل پشت سر هم بذارین. سیکل اول شماره 1 و 2 حلقه داشته باشه، سیکل دوم شماره 3 و 4 حلقه داشته باشه. مثلا 1 3 4 3 و 4 این عوض میشه. پس از اول میزنیم 1 3 4 1 2 3 4. دفعه بعدی رو شماره 2 و 4 1 3 4. این سیکل رو پشت سر هم برای تمرکزتون تمرین کنیم. بریم 3 4 تم تم چپ بک بک، تم چپ بک بک. 3 4 تم تم چپ ریز بک چپ بک چپ. دوستانی که تازه شروع کردین عرض میکنم خدمتتون این ریتم یک کمی برای شما زوده. برای کسایی که این تمرین رو تا اینجا زدن، به ریز، حلقه، پیش ریز، تریوله اینا عادت دارن. اگر ویدیو رو دیدین نتونستین بزنین، ایرادی به کار شما وارد نیست. تم تم چپ ریز بک چپ بک چپ، تم تم چپ ریز بک چپ بک چپ. شماره 4 اون میشه 4 تایی. سیکل بعدی دوباره تم تم چپ بک بک. 3 4 تم بک چپ تم بک چپ تم بک چپ بک بک، تم بک چپ تم بک چپ بک بک. عذرخواهی میکنم. تم بک چپ تم بک چپ بک بک. 3
چپ تنبک چپ بک بک. دوباره هر جا که خواستین میتونین حلقه رو اضافه کنین یا کم کنین و اینکه ریز رو توش اضافه کنین. مثلا تنبک چپ ریز بک، به جای بک بک تنبک چپ ریز بک، چون ما داشتیم تنبک چپ بک بک، حالا میشه تنبک چپ شماره 3 مون ریز بعد بک. چند تا جمله رو گذاشتیم کنار هم دیگه، یه دونه ریز درست شد. تریولر اضافه میکنیم توش. تم چپ بک شماره 4مون که باید طبیعتا یه نوت سیاه یا 2 تا نوت چنگ باشه، 3 تا نوت توش اضافه میکنیم. تم چپ بک چپ. میزان بعدی دوباره تم چپ بک.